گوگل چند روز پیش از جدیدترین مدل خودش رونمایی کرد و همه رو غافلگیر کرد. بعد از جمنای 3 نانو بنانای پرو مدلی بود که برای تولید عکس ازش رونمایی شد و به نظرم این مدل بهترین مدلی هستش که تا به امروز برای تولید عکس ارائه شده بوده و یوزرها میتونن ازش استفاده بکنن و امکانات فوق العاده رو در اختیار یوزرها قرار میده. نکته‌ای که وجود داره اینه که این مدل به نظرم یک مدل ارتقا یافته از مدل قبلی نیست که بگیم حالا امکانات بهتری داره، یه سری فیچرها بهش اضافه شده. به نظرم این مدل کاملا یک مدلی هستش که یک انقلابی رو ایجاد کرده توی تولید عکس و امکانات و فیچرهایی داره که تقریبا توی مدل‌های دیگه ما نداریم. یعنی تقریبا هر عیب و ایرادی که توی مدل‌های قبلی بود و ما رو اذیت می‌کرد موقع ایجاد عکس توی نانو بنانای پرو برطرف شده و ما میتونیم خیلی راحت ازش استفاده بکنیم. توی این ویدیو می‌خوام درباره توانمندی‌های این مدل با هم دیگه صحبت کنیم و ببینیم که چه کارهایی رو میشه با استفاده از این مدل انجام داد. خب اولین موردی که وجود داره درباره بحث تولید تصاویری هستش که توی اونها از تکست استفاده شده. یکی از بزرگترین معایبی که توی تولید عکس با استفاده از هوش مصنوعی وجود داشت این بود که زمانی که توی اون عکسی که ما داشتیم تولید می‌کردیم یه تیکه از متن بود، معمولا متن‌ها رو خیلی خوب نمیتونست در بیاره. یعنی اگر یه جایی متن بود حالا یا تو هم رفتگی بود یا خوانایی متن پایین بود، اما این مدلیه که با استفاده از اون خیلی راحت میشه متن‌های مختلف رو تولید کرد. و نکته عجیبی که دربارش وجود داره اینه که متن‌های فارسی رو با فونت‌های جذاب میشه با استفاده ازش ایجاد کرد و تقریبا میتونم بگم هیچ محدودیتی توی زبان فارسی هم براش وجود نداره. مورد بعدی که وجود داره درباره کنترلی هستش که ما روی عکس ها داریم. یعنی اون سطح کنترلی که با ما میده یه سطح کنترل استودیوییه. یعنی تقریبا هر کاری رو با استفاده از تصاویری که داریم بخوایم انجام بدیم میتونیم با استفاده از نانو بنانا انجامش بدیم که این بی‌نظیر و فوق‌العاده است. مورد بعدی درباره اطلاعات بروزه. یعنی اینکه این مدل علاوه بر اون تکنیکی که برای تولید عکس داره یه سری اطلاعات بروز و یه سری دیتاهای بروز، مثلا حالا اینجا الان یه مثال که زده درباره نوره، میگه آقا من این اطلاعاتو میدونم و برای تو با استفاده از اون اطلاعاتی که میدونم تولید عکس میکنم. یعنی ممکنه که تو یه عکس رو بخوای که درباره پدیده علمی داره صحبت میکنه، با توجه به دانشی که داره میتونه این عکس رو برای تو تولید بکنه. این در واقع یه سری ویژگی‌ها و فیچرهای کلی بود درباره نانو بنانا. اما میریم با هم دیگه نگاه کنیم ببینیم که چه کارهای خفنی رو میشه با استفاده ازش انجام داد. اول از همه درباره عکس ها. مثلا ببین اینجا اومده عکس این خانم رو داده و گفته یه دونه استوری بورد رو برای من طراحی کن. میبینیم که خیلی جذاب، خیلی زیبا و البته خیلی خانا اومده یه استوری بورد برامون طراحی کرده و جزئیات خیلی عجیبه توی این. یعنی مثلا دستخطی که اینجا داریم میبینیم یه دستخطیه که کاملا انگار یه نفر اون رو نوشته، یا مثلا اینجا ببین با چسب قشنگ اومده اینا رو چسبونده و به نظرم یه چیز خیلی جذاب و فوق العاده شده. یا مثلا اینجا این جمله‌ای که خواسته رو قشنگ با چوب اومده در آورده در کنار این حیوانی که نمیدونم اسمش چیه و یه کار خیلی خفن و جذاب شده. یا مدل‌های دیگر رو می‌بینیم، کارهای دیگه‌ای که انجام داده و به نظرم خیلی خفنه. یعنی مثلا اینجا ببین چه تایپوگرافی‌های جذابی رو اومده ایجاد کرده و اینا کارهایی که همش با استفاده از نانو بنانای پرو انجام شده و در ادامه احتمالاً این مدل خیلی بهتر از این هم خواهد شد و حالا اون جزئیات و نکاتی که هست هم توش میتونه بهتر بشه. الان یه چیز خیلی جالبی که اینجا وجود داره، نگاه کن مثلا اومده اینجا با خود سیب رو نوشته، یه چیز خیلی جذاب. پرامپتش هم این زیر هست، یعنی اگه خواستی میتونی این لینک رو باز بکنی و این پرامپت رو هم ببینی. نکته بعدی درباره دانش بروزشه. ببین الان مثلا این عکسی که داری اینجا میبینی توی پرامپتش اگه باز کنی اومده لینک ویکی‌پدیایی که مربوط به پنل‌های خورشیدی هست و داده بهش و بعد رفته این اینفوگرافیک رو از روی اون ایجاد کرده. یه چیز خیلی جذاب. یعنی یه طراح گرافیک اگر می‌خواست این رو بشینه طراحی بکنه حداقل چند ساعت ازش فاز طراحیش زمان برد، حالا غیر از اینکه بره درباره اون موضوع مطالعه بکنه، یه سری اطلاعات رو به دست بیاره و بعد از اون بیاد این مدل رو خلق بکنه. یا مثلا اینجا خب عکس این محصول رو داده و با استفاده از اون اومده یه اینفوگرافی براش درست کرده، این حالا از مثلا این محصول ما رو کجاست، در واقع دمایی که باید توش نگهداری بشه به چه شکله، تمام اینا رو اومده اینجا توضیح داده و به نظرم خیلی خیلی خفنه. یعنی یه چیزیه که میتونه یه لول همه چیز رو خیلی بالا ببره. بحث بعدی بحث ترجمه است. اینکه کار ترجمه رو خیلی دقیق و عالی میتونه انجام بده. مثلا این عکس این محصول رو نگاه کن، الان اومده این رو با استفاده از ترجمه‌ای که داشته به زبان کره اومده این رو ترجمه کرده. یا مثلا عکسی که اینجا هست حالا اومده به زبان انگلیسی رو مثلا اومده به زبان دیگه که حالا نمیدونم چیه ترجمه کرده و بعد از اون اینورم مثلا کره‌ایشو داریم. یا مثلا اینجا به همین شکل. یعنی توی بحث ترجمه خیلی خیلی دقیق و خیلی خیلی قابل اعتماد هستش.
بحث بعدی که خیلی جذابه اینه که ما میتونیم طرح‌های دستی که داریم رو به یه سری عکس‌های واقعی تبدیل بکنیم. یعنی یه چیزی رو کاغذ بکشیم، در اختیارش قرار بدیم و بیاد اون رو تبدیل بکنه به یک حالا لوگو یا المانی که قابل استفاده باشه. الان مثلا این یه حالت لوگو مانند هستش که اومده طراحیش کرده و گذاشته اینجا و کاملا به یه نسخه قابل استفاده توی جاهای مختلف تبدیل شده. این میتونه به درد کاری که کسی که کار گرافیکی انجام میدن خیلی بخوره. یا مثلا اینجا اومده یه چیز خودش طراحی کرده، یه همچین المانی هم داده بهش و گفته اینا رو با هم ترکیب کن و این ترکیب خفن رو ایجاد کرده. یا مثلا این طرحی که اینجا هست و به نظرم اینا فوق العاده است. یا مثلا اینجا اومده این در واقع طرح رو داده و توی حالت‌های مختلف، توی نورپردازی‌های مختلف خروجی ازش گرفته و اینا چیزایی که با استفاده از نانو بنانا انجام شده و خیلی فوق العاده است. نکته دیگه‌ای که دربارش وجود داره اینه که یه سری امکاناتی رو به ما میده که در حد خیلی حرفه‌ایه. یعنی مثلا الان من یه عکسی رو دارم که میخوام فوکوس عکس رو عوض بکنم. الان اینجا فوکوس روی این خانومه است ولی الان اینو جابجا کرده و پشتش رو می‌بینیم ساخته خیلی هم دقیق این کارو انجام داده و خیلی جذاب و خفنه. یا مثلا اینجا الان فوکوس روی این آقاست ولی اومده تغییرش داده و اون رو گذاشته روی دستش. یا مثلا این عکسی که اینجا بوده رو اومده به این شکل در واقع طراحی کرده. یعنی ما یه سری امکاناتی رو اینجا داریم که میتونه خیلی به دردمون بخوره. الان توی این عکس مثلا اومده شرایط نوری رو عوض کرد. الان مثلا توی این حالت بوده اومده اینجا قرار شده. یا این رو مثلا شرایط نوریش رو تغییر داده. یا این به همین شکل. یا اینجا نگاه کنید چقدر زیبا اومده نور رو روی چهره این آقا منعکس کرده و خیلی جذاب شده. بحث بعدی بحث اسکیل تصاویره. یعنی مثلا میتونیم تصاویر رو حالا اسکیلشون رو عوض بکنیم با استفاده از این. یکی از چیزاییه که میتونه خیلی کاربردی باشه و ببین خیلی دقیق هم انجامش میده دیگه. یعنی مثلا اینو الان اومده این کارو کرده، خیلی جزئیات رو قشنگ و زیبا هم ساخته. و بحث بعدی تغییر اسپکت ریشیو یا حالا نسبت تصاویر هست که الان مثلا یکی از این عکس‌ها رو بهش داده و توی نسبت‌های تصاویر مختلف ما اون عکس رو داریم. خیلی یه چیزیه که به درد می‌خوره، خصوصا برای کسایی که دارن کار طراحی انجام میدن یا عکس‌ها رو قرار جاهای مختلف استفاده کنن. مثلا تو یه عکس رو میدیم برای اینستاگرامت هستش و این رو میتونی به یه نسخه تبدیلش بکنی که بتونی توی یه پوستر ازش استفاده بکنی. و بحث بعدی درباره اینه که حالا چند تا شیء مختلف رو تو بخوای توی تصاویر استفاده بکنی و ترکیبش بکنی و این میتونه اون اشیاء رو خیلی جذاب، اون ساختاری که دارن رو حفظ بکنه و توی تصاویر استفاده بکنه. الان این چند تا کاراکتر رو داده و مثلا اینا رو گذاشته کنار هم دیگه. مثلا این چند تا عکس رو اومده به این شکل ترکیب کرده. یعنی اتفاقی که اینجا داره میفته اینه که هیچ کدوم از اینها جزئیاتشون عوض نشده، تغییر نکردن، از اون حالتی که داشتن خارج نشدن و این به ما کمک میکنه عکسای جذابی رو با استفاده ازش ایجاد بکنه. مثلا برای نمایش محصولات اگر کسی کار فروش آنلاین انجام میده میتونه از این ویژگی‌هایی که داره استفاده بکنه و چند تا عکس رو با هم دیگه ترکیب بکنه. یا مثلا عکسایی که تو این فرمت هستن و میتونه خب خیلی جذاب باشه برای ایجاد کردنش. و اینکه خب با استفاده از یک دستور میشه کارهای متفاوتی رو انجام داد. مثلا اینجا الان خروجی که داده رو ما داریم میبینیم. و بحث بعدی این که یه سری چیزهایی که شاید حالا در واقع تصور کردن یا تولید کردنش برای ما کار ساده ای نباشه رو با استفاده از این ابزار ما میتونیم ایجادش بکنیم. مثلا الان اینجا اومده یه سری عکس رو از مثلا فضای بالا از یه تعدادی آدم درست کرده و جزئیات مثلا سایه اینها کاملا رعایت شده. حتی اون آدمی که اون ته هست هم این براش لحاظ شده. مثلا این سایه‌ای که داریم اینجا می‌بینیم کاملا طبیعی هستش. یا مثلا اینجا نگاه کن، اینجا مثلا اومده اینا رو ساخته. عکسایی هم هستش که عکسای واقعی نیستن دیگه. مثلا من سفینه است، اینا چیه اینجا و جزئیات رو ما داریم می‌بینیم. یا به طور مثال این عکس یا این عکس و چیزهای خیلی جذابی داخلش هست که امکانات خیلی خفنی رو در اختیار ما قرار میده. خب قطعا که یه سری محدودیت ها هم داره ولی این مدلیه که میتونه خیلی خیلی همه فضاهایی که دارن از عکس استفاده میکنن رو تحت تاثیر قرار بده. و در ادامه توی ویدیو بعدی درباره امکانات و فیچرهای خیلی جذابش بیشتر با هم دیگه صحبت خواهیم کرد.